سلام مشتی، خوش اومدی به این ویدیو. امروز میخوایم که با امیر مشتی بریم یکم شرارت کنیم تو شهر و اینکه ببینیم چه خبره. لایک و سابسکرایب و کامنت یاد نره. یوتیوب ما وضعیتش خیلی بده، اگه میشه اوکی کنید که بیاد بالا. ممنونم. خدافظ. سلام علیکم. سلام، من رفتم توی فامیلی دیگه. اول بیا بریم هات داگ بخورم، بیا بریم هات داگ بخرم. داداش هات داگ نخر، خودم میدم بهت عزیزم. داداش واقعا میدی؟ بیا دمت گرم. بیا دارم الان بیا هات داگ. بدو بخور. آقا نظریه. آقا بابا نظریه. داداش چی کار میکنی دوست عزیز؟ خدا لعنتت کنه امیر. یعنی امیر به خدا پیاده میشم هدیتو میزنم. نزن تو در دیوار لعنتی. چه خبر؟ علی هنوز مشکل من درست نشده. نگاه آبروم رفته. حالا بعدا میبینم برام درستش خوندم. بیا سلام جناب. این رفیق من خانه است. میخواستم ببینم صداش چطوره، میخوام ببریمش کنسرت بذاره. بذار یه لحظه من برم دستشویی. خواهشاً داخل نیا، فقط داخل. نیا داداش اصلا نیا داخل. وایسا جیش دارم. سلام جناب، خسته نباشید آقای سام آبدینی. خسته نباشید. بنده شهردار این شهر هستم. بعد گفتم که اگه میخواید ای بابا بنده شهردار هستم، اگه میخواید راهنماییتون کنم و بهتون کمک کنم. منم دستیار شهردار بزرگ این شهر هستم. کمکی از دست ما برمیاد بگو. اوکی، اگه ایرادی بود این ذکری که میگم رو بخونید، ما میایم بگید که یا بولا نشد بشو $3. بله آره همینو بگید، ما میایم. خسته نباشید. خداحافظ. سلام جناب، شما هیتلر هستی؟ خود هیتلرم. نازی بشم هیتلر شدم بلدی؟ 100%. انگلیش و اسپانیش. داداش من گیم، ولم کن. چی شد؟ علیرضا شونبول چطوری داداش؟ خوبی جیگر؟ قربونت. ما همین جونه کم میخوای بکنم. از اونجایی که من خیلی کله خرم میخواستم بهت نشون بدم میزنم. سلام برادر. دوستی من بیمارستان مریضی کمپوت میخواستم برش بخرم. از کجا بخرم؟ چی میخوای؟ کمپوت هلو. سلام دوست خوبم، برات کمپوت خریدم. سلام آقای لورس. خسته نباشید. فهم شما شرایطش چیه؟ آقا چون فهم ما تازه تأسیسه، خب الان 2 سلطان و انرژی داره. ما الان فقط اون نذاشتش منو تنها، نبودش داشت انگیزم 4 تا بنده کردیم. برادر من فقط یه سوال بپرسم. من فقط یکی از شرایط هایی که میام توی یه فهم یه چیزیه که باید داشته باشید حتما. هفتگی سهمیه گام میدیم. نه ببین برادر، من فقط یک شرایط دارم. دختر تو فهمتون هست. دختر من باید دختر باشه. یه مش کاکا سیویل اومدن تو فهم، یه دختر باید تو فهم باشه. ببین پسر، دختر تو فهمتون نباشه، فهمتونه به آتش میکشم. من از روانیم، من میزنم خودم رو میکشم. داشت تو بیا میاریم، باشه میاریم، کسی اومد میاریم، تو بیا. لوریس گوشتو بیار. ببین نمیخوام این رفیقم بفهمه. خب دختر چند تا از اونجا فقط برای خودم باشه و به این ندینا، این جنبه نداره. چیز برای ها میگفتیم که پول براتون بزنیم برای اینکه بتونید فامیلی رو ارتقا بدید و اینکه آره بیا سوارش بریم داداش. این میخواد منو گول بزنه تو فهمش دختر.
مرسی برای تماشای این ویدیو دوستان، حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید. خداحافظ تا یه ویدیو دیگه.